بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصمد لم يلد ولم يولد يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة أشرف الأنبياء والمرسلين والخاتم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك كرمك يا أرحم الراحمين إليكم. بسم الله الرحمن الرحیم. به کسایی که کلیپ کوتاه رو می‌بینن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبلا از طریق بنیاد خیری مولانا جلال الدین محمد بلخی چند ماه پیش از طریق برادر ما عبیدالله جان اسمتی که از امریکا تشریف آورده بودن یک مقدار پول آوردن مواد غذایی به چل چند فامیل توزیع شد که باز خوشبختانه این بار اینا کابل آمدن. دکانی که در بگراوند ما می‌بینید آقای صاحب عبدالله غفوری مواد خریدن، یک خلطه چای از 2 کیلو بوره و یک بوجی آرد برای فامیلای مستحق توزیع کردن. با استفاده از فرصت از تمام کسایی که در کمک سهم گرفتن از امریکا پول خود به اینا دادن و این زحمت اینا متقبل شدن آمدن. تشکری میکنیم، خداوند حسناتشان قبول بکنه. این واقعا مردم ما در حالت قرار دارن که روزگار اقتصادی از مشکلات زیاد است. هر کمک باشه به هر اندازه که باشه برای مردم غنیمت است. خداوند حسناتتان قبول بکنه و پروردگار از همه شما راضی باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همشیره‌های و برادرای عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و برادران گرامی گران قدر، من مطابق 3-4 ماه گذشته هم امی پروسه را ادامه دادیم که از یک تعداد اشخاص متدین افغانای مقیم بایزی آیداهای امریکا مبلغ $5 از پیشان جمع کردیم و امو 5 روپه جمله مبلغ $500 شد و مبلغ 550 روپه عجیب و شخصی خودم افزود کردیم که مقدار آرد و چای و بوره کم ما و کرم شما و هر کدامتان یک 100 افغانی برای کرای رایتان میتونم. انال به خاطر امی رفع مسئولیت ما که ما هم اینجا جواب دیستم، لازم نیست که نفبای کسایی که برای ما پیسه داده ما بخوانم، به خاطر رفع مسئولیت ما و تشویق از اونا که خداوند اونا را توفیق بیشتر بده که اگر پیسای دگام اضافه تر بده و تعداد امیر دوستای ما که کمک کرده از کیسه زر خود افغانا کمک بر رضای خدا انفاق کرده اضافه تر شوه. من قصد دارم که هر سال این پروسه را 1 مرتبه یا 2 مرتبه ادامه بدم. بنان من اسمایشان میخوانم: آجی صاحب خان آقا خان، برادر محترم آجی صاحب خان آقا مقیم در کانادا، سلیمان اسمتی پسر خودم، دلاور خان، آجی عبدالله صدیقی، انجینر نوید مسئول مرکز فرنگی افغانها، خوشحال خان پسر آجی انس، انام الله، مصباح الله، وحید جان پیلوت، خلیل جان لنگری، آجی دستگیر نبیزاده، آجی رحمان، اکرم تاشکندی، آجی عثمان و رحمت الله. بیا پیش رحمت الله. 40 روپه نه من 40 روپه از طرف دلاور. بیا خوب ببینیش آرچه تا به اونجا بر
دیگه یار چطور بود جامعه بگی مرا بچه مست سایکو کندم یا نه من چی میگم بطی آرده زیره گرفته بگیر برو رابطه بیا اینجا سا همون بره که غلط ولی بیا داخل باز بگیرم برو بگی ماشاءالله هم طرف رو بابا یا کمک پس والا یمینه که جوالی بیاده یا نبی سبب نبید پیش تا که جوالی نبیاده دیگه نبید اگه اقصد زیاد